محققان بر آن عقیده‌اند که خانه بدخشانی 2500 ساله است و شاید از این قدیمتر هم باشد و ما که در مردم بدخشان طبیعت را بسیار پرستش میکردن بیشتر همه چیز را از طبیعت گرفتگی. مثلا در خانه بدخشانی بیشتر رمز آفتاب است، میترائیسم، چون که ما مردم بدخشان مهر پرست بودن و در اینجا بیشتر در رمز آفتاب بسیارتر دیده میشه. رسم و رسوم‌های زیادی هستند وابسته به این که وقتی که مثلا عروس و داماد را میبرند، عروس را برای یعنی ارواح او را قبول کند، اول یک طعام مخصوصی چکشی را که میپختند گردی شاستون 3 دور میزدند به خاطر آنکه گویا که روی ارواح در اما شاستون است و ارواح عروس را قبول کند و عروس دیگر از خانه نبرد. Скажем, спальню, зал. مردم بدخشان به مانند آریایی‌های قدیم یا زردشتیان قدیم از همه مهم برای مردم بدخشان این پندار نیک بود و وقتی که اگر پندار نیک باشد گفتارم نیک می شود، کردارم نیک می شود و برای همین با پندار نیک تازه‌ای که داشتن آنها یکجا و در یک خانه زندگی میکردند. حاضر خانه بدخشانی که به طلبات جوابگو نیست، به طلبات جوانان جوابگو نیست، آنها خانه بدخشانی را در یک شکل رمز می سازند، لیکن حاضر علایده و یک چیز دیگر خیلی مهم است که در بدخشان تمام رسم و رسوم از تولد کودک، مراسم توی، مراسم ماتم و دیگر رسم و رسوم ها، حتی نماز هم در داخل خانه می خوانند، چون که خانه برای ما هم یک جای مقدس است. خانه بدخشانی اگر از بین رود تمام رسم و رسوم ما چی میشه؟ تغییر می‌یابد. البته تاثیر جانشینی بسیار